سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروچ خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. سفر شیخ ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی به ولایت سرپل. پایان موفقیت آمیز دوره دوم واکسن سرخکان در کشور و دیدار اردوغان و زلنسکی در انقره. امروز پنجشنبه 29 ماه عقرب سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. شیخ ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی در سفرش به ولایت سرپل کار شماری از پروژه های بزرگ به ارزش حدود 40 میلیون افغانی را در پوهنتون سرپل افتتاح و چند پروژه دیگر را به بهره برداری سپرد. کار کانال سیلبور، پروژه های نیمه تمام پوهنځی های جیولوژی و معادن افتتاح و پروژه های پارکینگ و سرک محوطه پوهنتون و بهره برداری سپرده شدند. وزیر تحصیلات عالی در یک گرد همایی بزرگ در پوهنتون سرپل بر اهمیت فراگیری علم تاکید کرده و گفت کامیابی دنیا و آخرت به دانش و تحصیل گره خورده است. وی از محصلان خواست که به وقت خود ارزش بدهد و با تلاش بیشتر برای کسب علم بکوشند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرده که با همکاری سازمان جهانی صحت و دیگر نهادهای مربوطه مرحله دوم کارزار تطبیق واکسن سرخکان در افغانستان را با موفقیت به پایان رسانده است. با گفته یونیسف در این مرحله که به مدت 10 روز جریان داشت 8,355,446 کودک 6 ماهه تا 10 ساله در 17 ولایت سرسیل کشور واکسن سرخکان دریافت کرده است. یونیسف افزوده که با تکمیل هر دو مرحله کارزار سراسری تطبیق واکسن سرخکان در افغانستان بیشتر از 16.6 میلیون کودک واکسن شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که 565 مهاجر افغان از زندانهای عراق و پاکستان آزاد شده و در هفته جاری به کشور بازگشتند. به گفته این وزارت از میان افراد مذکور 517 تن از زندانهای پاکستان و 48 تن دیگر آنان از زندانهای عراق آزاد شدند. افغانهای آزاد شده از مدت 2 تا 9 ماه در زندانهای پاکستان و عراق به سر بردند. و در اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته چهارشنبه 19 نوامبر در شهر انقره دیدار کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکی، آقای اردوغان در یک نشست خبری مشترک با زلنسکی اعلام کرد که ترکیه آماده است با روسیه درباره هر پیشنهادی که آتش بس را تصریح کرده و راه را برای صلح پایدار هموار سازد گفتگو کند. از سوی هم زلنسکی گفته که اوکراین امیدوار است تبادل اسیران جنگی با روسیه تا پایان سال جاری میلادی از سر گرفته شود. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.